برای زدن 4 مرحله افت پشت ما بانوان گودی کمر داریم. باید حتما حواسمون باشه موقع ضربه زدن و خوردن به زمین استخون دنبالچه به زمین برخورد نکنه، یعنی آخرین استخون ستون فقراتمون. این آسیب دائمیه، یعنی کوچکترین آسیب به این نقطه دائمی ابدیه و خیلی هم شدیده. نقطه‌ای که موقع پرتاب خودتون به عقب یا افت پشت به اصطلاح میزنید، نقطه‌ای که برخورد میکنه اصابت میکنه به زمین، دقیقاً این کف دست بین دو کتف رو در نظر بگیرید. بین دو کتف، گردن نه، سر نه، بین دو کتف اصابت میکنه. نوک انگشت ها تا زیر آرنج. نحوه انجامش هم اینجوریه که زمانی که دارین پرت میشین رو به عقب، پاها رو تا اون جایی که میتونین بیارین بالا. هر چقدر پا رو بیشتر بالا بیارین، اصابت این نقطه به زمین ممکن تره. انجامش میدم متوجه بشین. همون 4 مرحله رو توی یه مرحله انجامش میدم. دستا میاد تا اینجا، پاها تا اون جایی که میشه پرت میشه بالا.